اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون 21 مهر ماه 1403 هست. شرایط کشور یک شرایط به خصوص و حساسی هست و میخوایم سخن بگیم از لایحه‌ای که دیگه اکنون لایحه نیست، تبدیل به قانون شد با تایید شورای نگهبان از اون به عمل آورد و الان این وظیفه رئیس جمهور هستش که اون رو برای اجرا ابلاغ بکنن. همه میدانیم که اکنون زمان مناسبی برای اجرای لایحه عفاف و حجاب نیست که اکنون دیگه لایحه نیست بلکه قانون هستش. و از ظاهر قضیه هم پیداست که گویا جناب پزشکیان قصد نداره که این رو برای اجرا ابلاغ بکنن، چون آقای احمد راستینه ایشون گفتش که ریاست مجلس این قانون رو ابلاغ خواهد کرد. قاعدتاً زمانی ریاست مجلس قانونی رو ابلاغ میکنه که رئیس قوه مجریه از اون استنکاف کرده باشه و این گفته این نماینده مجلس حاکی از این داستان هست. حالا چه عجله‌ای ما برای اجرای این قانون داریم؟ کما اینکه قانون بسیار چالش برانگیزی و بسیار پرتنشی هست، معترض زیاد داره، خیلی ها با این لایحه مخالف هستن، از بدو در واقع تقدیم اون از سوی قوه قضاییه تا اکنون که تبدیل به قانون شده. ابتدا 15-16 ماده بیشتر نداشت، اکنون بیش از 70 قانون و بند و تبصره و اینها داره، ماده و اینها، که حاکی از دستکاری زیادی است که در مجلس انجام دادن و بیشتر هم حول محور جریمه و زندان و محرومیت از حقوق شهروندی و اینها هست و بحث هم زیاد پیرامونه هست. ما در گذشته عرض کردیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای مبانی اسلام تشکیل شده. قانون اساسی تأکید بر این معنا داره که قوانین و مقررات اون باید منطبق با شرع مقدس اسلام باشه و عرض کردیم که شما در اون 15 سالی که مورد تایید عامه شیعه هست و اون 5 سال قریب 5 سال حکومت حضرت علی علیه السلام در کوفه و 10 سال در حکومت پیامبر اکرم در مدینه هست، به اون توجه بکنید و از اونها سندی بیارید، حدیث و روایتی بیارید، چون در قرآن که سخنی از حجاب اجباری نیومده. اونی که اومده خطابش همسران پیامبر اکرم هست و مؤمنین هست و نفرموده که کلی مردم باید حتما این رو اجرا بکنن. کما اینه که این گونه هم که فرموده باشه بر مبنای اون آزادی انسان هست، یعنی خداوند کلی عبادات رو از روی آزادی میخواد نه از روی اجبار، اهم از نماز و روزه و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و کلا اون چیزی که خداوند در قرآن تنظیم کرده برای مردم عمدتاً قربتاً الله درش شرط اصلی هست. پس نمیتونه ما قانون عفاف و حجاب یا اون پوشش اجباری رو مستند به قرآن بدونیم، چون قرآن اون رو به صورت ایمان خواسته، به صورت اعتقاد خواسته. مسئله که در اینجا قابل ذکر هست این هستش که فرهنگ ها رو مردم به وجود میارن. جامعه هستش که یک فرهنگی رو یا میپذیرد یا ترویج میده یا تبدیل به یک رویه میکنه و اون رو تحت عنوان فرهنگ بهش پایبند هست. به اجبار نمیشه کاری کرد که مردم پایبند به اون چیزی هستش که حکام میخوان.
شما در گذشته شاهد هستین، در تاریخ که هم تاریخ اخیر و تاریخ معاصر، پهلوی اول در سال 1116 قانون منع حجاب رو به اجرا در آورد و خیلی هم شدید و نیروهای انتظامی برخورد می‌کردند، به طوری که خانم‌ها، اونهایی که معتقد به حجاب بودن، خانه نشین شده بودن و داستانانش رو همه رو شنیدیم که بعد از 4 سال هم که اون تعویض شد، پسر اون اومد آزاد کرد. البته نتیجه داشت کاری که اون کرده بود، یه مقدار بی‌حجابی رو به صورت رویه در اومده بود، عمومیت پیدا کرده بود بی‌حجابی، ولی نتونست اون رو ادامه بده و مردم هم کلاً بی‌حجاب نشدن. فرهنگ مردم تغییر به اون صورتی که مد نظر حکام اون روز بود نشد. حالا اون که 4 سال بود، ما بیش از 40 سال الان اومدیم و جامعه رو، حالا نمیگیم مجبور، ولی چیزی نزدیک به مجبور، به هر حال وقتی که ما برخورد میکنیم، وقتی که اونها رو دستگیر میکنیم، وقتی که پلاک اونها رو یادداشت میکنیم و ماشین های اونها رو میخوابونیم، احضارشون میکنیم، دستگیرشون میکنیم، خب غیر از اجبار چی میتونه اسم این باشه؟ خب بپذیریم که به هر حال این یک حجاب اجباری هست، این خواسته اجباری هست. اما بیش از 40 سال که این کاری انجام دادیم، امروز به این نقطه رسیدیم که موفق نبودیم و اکنون شمشیر رو از رو بستند و میخوان به هر حال به زور جریمه های سنگین، محرومیت های سنگین، افرادی که رعایت نکنن اون چیزی رو که تحت عنوان قانون عفاف و حجاب به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده، مردم اون رو پیروی بکنن، تبعیت بکنن و انجام بدن. خب اونهایی که محجبه هستن که شما اصرارم بکنین که آقا بی حجاب باش، هرگز نمیپذیرن که حجاب خودشون رو تغییر بدن، چون اونها مؤمن هستن و بر حسب ایمان و تقوایی که دارن حجاب رو رعایت میکنن. حالا یه اندکی هم هستن که بر حسب عادت بوده و عادت کردن از کودکی حجاب داشتن، اکنون هم بر عادت خودشون عمل میکنن، ولی عمومیت افرادی که محجبه هستن بر حسب ایمان و تقوا اون حجاب رو خودشون حفظ کردن. میمون اون افرادی که ایمان اعتقادی به حجاب ندارن، اینا هم به هر حال 2 بخش هستن. یه بخش که قانون پذیر هستن و میپذیرند و رعایت میکنن که اینا هم هیچ مشکلی نداره. میمون اون بخشی که اینها نه تنها اعتقاد ندارن به حجاب، بلکه مخالف حجاب هم هستن، بلکه اصرار بر این دارن که حتما به صورت بی حجاب در جامعه حاضر بشن. اینها الان اون چیزی هستش که نظام به این رسیده که اینها رو وادار به این بکنه که از قانونی که تصویب شده تبعیت بکنن. حالا اگر اینو ما به اجرا در بیاریم برای این عده‌ای که حالا بعضیاشون ممکن از روی لجبازی، بعضیاشون بر حسب اون بی‌اعتقادی، به هر حال افرادی هستن که در راستای اعتقاد خودشون مقاوم هستن، مقاومت میکنن. ما به خاطر این عده الان یک بلوایی رو در نظم عمومی ایجاد بکنیم که چی؟ یعنی چه نتیجه‌ای میخوایم از این بگیریم؟ جز اینه که حالا یک عده خیلی اصرار بر این دارن که حتما باید جامعه بدون هر گونه گناه و معصیتی باشه و اینها رو جزو ظواهر غرب میدونن، مظهر فساد میدونن، تظاهر به بی‌تقوایی و اینها میکنن. خب حالا با این یه عده شما میخواین به زور متوسل بشید؟ این درست هست؟ این شرعی است؟ فتاوای مراجع رو دارید، قرآن و حدیث و روایات و اون چیزی که لازمه پشتوانه یک قانونی که به نام شرع میخواد حرکت بکنه، اینها رو داریم. همونطور که تاریخ نشون داده جوامع رو حکام نمیتونن تشکیل بدن، جوامع رو مردم تشکیل میدن، مردم فرهنگش رو به وجود میارن و حکام البته
تأثیر دارند ولی قادر به تغییر مطلق اون نیستن. هر چقدر هم که تلاش بکنن تا کنون نشون داده که موفق نبودن. مثلا عید نوروز رو بعد از انقلاب خب خیلی مایل بودن که لغوش بکنن، اصلا بردارن، نباشه، به جاش مثلا دهه فجر باشه. زمزمه‌اش هم اومد، تا مرز تصویبین ها هم پیش رفتن، ولی خب عملا دیدن نمیتونن. عملا اثبات شد که به هر حال این یک فرهنگی که ریشه در عقاید مردم داره، یک فرهنگ گرچه فرهنگ دینی نیست ولی یک فرهنگ عامه‌ای هستش که مردم بهش پایبند هستن. تعطیلات 13 روزه رو تبدیل به 5 روز کردن و اکنون الان میبینیم که عملا همون 13 روز تعطیله. وجودی که بیش از 40 سال از این قانون گذشته ولی تا بعد از 13 تقریبا کشور تعطیله. یعنی فرهنگ اینجوریه که بعد از 40 سال هم شما نمیتونین تغییرش بدین. میگن آقا برو بعد از 13 بیا، در صورتی که بعد از 13 دیگه نسخ شده. چیزی تحت عنوان 13 روز تعطیلات عید نوروز نداریم، 5 روزه یا 4 روزه یا همچین چیزی هستش. و از اینکه ما خواستیم جایگزین کنیم دهه فجر رو به جای اونم موفق نشدیم. حتی عید فطر رو هم که در کشورهای اسلامی خیلی پر رونق است، اون رو هم ما نتونستیم در جامعه خودمون در حد و اندازه نوروز ارتقا بدیم. پس ببینید علی‌رغم اینه که بیش از 40 سال از یک حکومت اسلامی میگذره ولی این حکومت قادر نبوده که اعیادی که ریشه در قرآن داره مثل روز عید فطر یا عید قدیر یا ریشه در انقلاب داره مثل دهه فجر و پیروزی انقلاب، نتونست اینها رو مردمی بکنه. مردمی نیست. البته اون اعیادی که اسلامی هستش که طبق روال گذشته مؤمنین انجام میدن، همون جشنی که خودشون داشتن یا عید فطری رو که برگزار میکردن، ولی اون شور و نشاط و شادابی عید نوروز شما ملاحظه نمیکنید در دیگر اعیاد. چرا؟ چون ریشه در فرهنگ مردم داره، ریشه در عقاید مردم داره. یک عید ریشه دار و دوست داشتنی و همه کس پسندی هستش که به هر حال تا امروز دوام آورده و روز به روز هم به هر حال بر حواشی اون افزوده میشه. حالا برای چی میخواین این لایحه رو اجرا بکنید؟ اگه خداوند انسان رو آزاد نیافریده؟ شما اگه برای معصیت ها بخواین که قانون تصویب بکنید، خب برای غیبت هم قانون تصویب کنید، برای ربا هم قانون تصویب کنید، برای دروغ گفتن هم قانون تصویب کنید. اینا لازمه، اینا ضمانت اجرا داره. شما میتونید ضمانت اجرا برای اینها ایجاد بکنید. شما نیروی انتظامی رو میخواین درگیر کنید با مردم برای اینکه مثلا حجاب خودشون حفظ کنن، پوشش خودشون رو اون جوری که مورد مد نظر قرآن کریم هست اون رو انجام بدن. خب اگه انجام ندادن چی؟ مگه تمام احکام قرآن همه پیاده شده، همه انجام پذیرفته که شما الان نگرانی این حجاب مردم هست؟ توصیه من این هستش که حرکت عاقلانه باشه، اولویت ها رو در نظر بگیریم، فتاوای مراجع رو در نظر بگیریم، قرآن و سنت و احادیث و روایات و تقریری که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده همه رو بررسی بکنیم، مستدل بیایم جلو. و یه قانونی که قانون هنوز اجرا نشده پیداست که یه قانون متروکه‌ای هست. تن به این ندیم، اصرار نکنیم، جامعه رو متشنج نکنیم، مخصوصا در این بره از تاریخ که این درگیری ها در لبنان هست، در فلسطین اشغالی هست، تهدیدهایی که هست، وعده صادق 1، وعده صادق 2، اکنون منتظر هستیم که ببینیم اسرائیل چگونه پاسخ میده. حالا همه اینها کمه که یک مشکلی هم مشکلات خودمون اضافه بکنیم. من خواهشم از مسئولین، از عقلا، از دانشمندان در رابطه با جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری فرموده، خواهشم هستش که در این زمینه با چشم باز
و راهی روشن و اعتقاد راسخ وارد بشیم. از اکنون متزلزل هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.